زهرا با کجا دخترم؟ یک کارمو برآمد بابا جان. نو از بیرون نامدید؟ بله اما کارمو برمان میرویم. یگان مشکلی نیست ها؟ نه بابا جان نه. خوب از دامولازیا یگان خبر است؟ البته خبر است. زنگ زد در سمینار است. به شما سلام گفت. تشکر. میلش شو هم دیر نمانید و خانه برگردید. میلش خیلی باشد. بیا بیا. 50,000 دیگه. برادر من هم میدیم اما تنگه های من حالا کم است. از خزینه گرفته بعد پورا میکنیم. میشه؟ من روزی من هم روزی. زود با هیجان گرفتار نشو. اکا از خزینه حاضر پول گرفته میبیم. نه نرو. تو با من نقد تمدیهی میشود. اکا دودان بعد میدی همون؟ یعنی بده. من حالا در برم اونقدر پول نقد ندارم. حاضر گرفته میبیم. تو با من کودک بازی میکنی؟ استغفرالله من چه خیلی کارو کنم. تنها در برم نیست. پول نقد دارم اما در خانه است. برادر مادامی که پول نقد نداری چرا در این میز میشینی؟ اکا جان من زود رفیقم رو زنگ زدم پول رو بیارد میشه؟ گوش کن اگر یگون حیله فکر کرده ایستاده باشی کو قسم میخورم که این کار به خون انجام مییابد. اکا جان شما چی ها میگوید؟ رفیقم رو زنگ زنم یارد؟ زنگ زن. خاطر نشوید در خانه 2-3 میلیون داریم. در همین جا. لابا شوکت برادر خب چای پولا بگی بیار. چی شد چی خیل پول؟ 3 لیمون بیار بسته. تو در کجایی؟ در کازینو. آی شوکت انتظار شب آمده ایستادم لیکن این را سخت پرسان میشم. با خدا که دامولو با کجا میرفته باشه؟ چی سوده زود از خپویش را؟ رفیقت کجا شد ها؟ برادر کمتر آروم شو. آماده ایستاده است. نام تو چی بود؟ شوکت اکا ای شما چی؟ کار تو چی؟ بین اگر این دفعه هم یگان حیله کرده ایستاده باشی قسم میخورم که تو را نابود میسازم. هیچ خیلی برادر ما را به چشم کم نبینید. 2-3 میلیون داریم خونه ده. منم انتظارم روز میوید. انا آمده. اساسگذاری همین قماربازی هم برادری من است. احتیاط باشه. رفیقی که پول می آورد همین است؟ بله. خوش آمدی اکا جان. خوش آمدی. السلام علیکم برادرم. و علیکم السلام. دومولا پول را آوردید انشاءالله؟ نه. پس برای خواندن نماز جنازه این برادر آمدید ها؟ گوش کنید برادرم من درباره قمار معلومات دارم. در وقتش من هم کمی بازی کرده بودم. بعدم باشه توبه کردم. این رو پرداختم. شکر خدا. سر مسئله می‌آیم دومولو از امر معروف سیر هستی. چیزی که میدونم این شوکت نابکار در قمار مغلوب شده. باز علاوه بر این قرضدار هم شده است. و فکرم میگویم این دفعه این برادر رو ببخشید. این برادر چی میگوید شما فقط؟ بخشیدن رو باز کردیم دومولو.
برادرها با فکرم شما خطا فهمیدید. 1 دقیقه تان رو میگیرم. برادر اینجا بیا. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ بشی خطشون بازی کن اخی. گوش کن شوکت، تا کی من از پشت تو قمار بازی کنم؟ بیا مونکه یه بار دیگه پول خیریه را بای دادم اومده بردی کو. اون پول خیر بود، مجبور بودم چیکار کنم؟ این همون چی فرق داره؟ این دفعه ما رو نجات میدی. اینها رو من چه خیلی نگاه دارن. در تکشون همش پیستوله دارن. تو با اونها چیکار داری اینجا؟ چرا قمار بازی میکنی؟ عقلتو خوردی ها؟ اینجا چی گپ است؟ اینها کی هستن؟ سردار، این آدم در بازی قمار 50,000 قرضدار شد. یک رفیقم آمده پرداخت میکند. گفت این دوملو هم با جای پول امر معروف دارد. امر معروف؟ دوملا، ما نسبت دین حرمت زیاد داریم و قرض قمار هم قرض ناموس است. من همین رو نفهمیدم جناب. قرض قمار قرض ناموس است گفته دوام داده ایستاده اید. از قمار دیده کار بی‌ناموسی دیگر نیست. این را چخیل میفهمید؟ دوملا، تو را پسندیدم، آدمی استوار بوده ای. همین خیل. اما در دنیای ما عادت همین خیل است. اگر من حاضر از این احمق قرضم را نگیرم، اگر جزایی در کاری را ندهم، گپ‌ها می شود. بس چه خواهد شد؟ مانند این یک احمق دیگر می آید، من هم قرضم را نمی پردازم بگوید. پس این خیل نمی شود. یعنی این احمق قرضش را می پردازم. قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. یعنی چه خیل؟ این خیل فهمانم. سردار، این برای پوشاندن قرضش امر معروف دارد. به خدا اصول اول جناب. خاموش! تو چه درباره یک دوملو این خیل گپ میزنی ها؟ با کجا رسیده بودیم دوملو؟ بینه جناب، این خیل میفهمونم. 2 نفر وقتی که با آیله دار شدن قرار میدهند با اراده و روزگی خودشون آیله دار میشوند. البته. اما در قمار این خیل نیست. آخر ما هم به میز قمار مجبوری نمیشینانیم. خودش با رازگی خودش نشسته بازی کرده میخیزه. لیکن وقتی که مغلوب میشود با خواست خودش مغلوب نمیشود. دوملا پس بازی نکند. اگر مغلوب شدنش را داند انیق بازی نمیکند. چی گفتن میخواهید نفهمیدم. گوش کن برادری عزیز، یعنی دینمون قرض قمار را همچون قرض قبول ندارد. حکم همین است. آخر قمار بازی کردن کاری خوب نیست، اما امروز در این باره گپ نمیزنیم. مسئله دیگر است. در قرض قمار با اون پولی که رازگی نیست حکم قرض را نمیگیره. این خیلی چیز ناممکن است. تو از داملا خوبتر میدانی ها؟ نجی هم آمد. اینجا تو نمیرسیدی. داملا چخل زیدین برا داری ها؟ استغفرالله. ماشاءالله بسیار عالی جناب هستی. در حیاتم اولین بار با این خیل داملا روبرو میشم. نه برادر. نجی، اگر دوملا اینقدر پسندت آمده باشد، برای مسئله در بینمان بوده حاکم شود، او چیزی گوید و حکمی برآورده‌اش راضیم. مانند جوانمرد تو هم راضی هستی؟ به خدا داملا چیزی گوید من راضی هستم. چشمانم را پوشیده امضا میگذارم. نجی، تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تکلیف کردم. اگر تکلیف را رعایت نکنی نابودت میکنم. تو کی را نابود میکنی؟ حاضر ببینی. جناب آخر نسبت یکدیگر این خیلی دلشکسته نباشید، آرام باشید. ای برادر، ما بپرونه هم دیگر ما خلاص شویم. از راست خرسندم مانند شما عالی میرا یافته این خصومت در بین ما بوده را با آخی رسانه میگویم، با شیرینی رسانه. ما چی گفتید؟ بله دوملا، ما دو طرف دایم این خیلی خونریزی کرده میگردیم. شما به ما کمک کرده این را حل کنید. عجبا مسئله چی است؟ قرض قمار؟ نه دوملا، از قمار بدتر مسئله زمین هست. ما خودمان حل کرده نتوانستیم. بله دوملا. مایلش ما هم آخر کمک میکنیم. یک کار کنید، شما سلاح ها رو پایان فرارید. میفراریم دوملا، میفراریم. پایان کنید. دوملوزیا در اینجا چی میکوبد سلین؟ به خدا زورو جان من هم نفهمیدم. بین آدمونی در نزدیک در بوده کیم چه خیل؟ مانندی چی؟ یعنی مانندی جاسوس. اقلا سرش رو به گنبالو گرفتار نکند. دوملا، مسئله عیناً چه خیلی که فهماندم. حالا شما گویید این زمین از آن ماست یا این که از آن آنهاست؟
با خدا جنابان من شما را نمیشناسم. هر چیزی باشد همون را میگویم. خفگی و جنجال نکنید. گپ نیست دامولا. استغفرالله دامولا، چیزی گوید همون؟ جنابان معلوم که این زمین به هر دوی شما بخیر نبوده است. فهمیدید؟ از سببی که از این دنیا با اون دنیا برده اون را نمیتوانید. یعنی وقتی که از این دنیا میروید کاری ثواب کرده روید. به فکر من مایلشو این را چخیل میکنید دامولا؟ با خدا بسیار آسان است. شما این زمین رو خیر میکنید و بیچارگان میبخشید. نجی ما این رو چخیل فکر نکردیم ها؟ درست گفتی دامولا، من راضیم. نجی تو راضی باشی من هم راضیم. خیر نباشد دستورناتون رو دراز کرده با یکدیگر روشی شوید. دیگر جنجال نکنید. برادرم آفرین باشم. خدا راضی باشد. هیچ گپ نیست. دامولا تشکر ازیم. استغفرالله. این برادر من است. نه دیگر طاقت کردن نمیتونم. رفته با دوملوزیا گپ میزنم. سفسطه نگوی، زور آدمان رو نمیبینی؟ باز چقدر انتظار شویم؟ بین زیان برآمده ایستاده است. پس نباشد بدتر گپ میزنیم عزیزم. بعد گرد زدن نمیتوانم عزیزم، چون به خونه میروم بابایم باز پرس و پاس میکند. نه من حاضر گپ میزنم. این زورو به کجا میروی؟ زورو به کجا میروی؟ جنابان چون مسئله رو حل کردیم اکنون با ما اجازه. نه مگر این خیلی میشود. اصلا نمیگذارم که روی. مهمانی من میشود. نباشد خوابم نمیبرد. آهسته دامولا امشب مهمانی من میشود. این خیلی نکنه جنابان. چی گفته ایستاده نجی؟ دامولا امشب مهمانی من میشود. تو هم حدت رو بدان. تو کی هستی که به من حدم رو نشان میدی احمق؟ وای نجی تو کی رو احمق میگی؟ تو را گفتم نشان میدم. جنابان نیستید آخر شما را نه آواشته کناندم. بله اکا جان اینها هیچ آرام نمیستنده. زوزه در اینجا چی میکنم؟ از کجا دانمی؟ باز میگویی که دختر مرا دوست نمیداره. بین بیچاره خودش رو بین این تیر تفنگ پرداخت. خاموش. از آسمان ماه پیکر رفتید. من در تو مورم. نترس باید تو را ناراحت نمی کنیم. حاضر من به شما نشان میدیم. برادر شما با اون طرف روید من با این طرف. کجا میروی بیا؟ شما برو ازت من از این زور دارم. رفتیم زود باش. زود رفت. من از کجا دونم مسئله زمین داشتن داور بودن من رو خواستن. شما چیکار میکنید با روزان آب باشو؟ من کار ندارم برای شوکت آمدم. تو در اینجا چی میخوری؟ من هم برای شما آمدم. زود باش. تو اینکه انگشتری رو به دستتون اندازم. خیلی انگشتری این خدم یک رو بر اومدی تو؟ شما یک روید. دستی کرده اینجا بیارید. تو نیامید به اینجا نهایید. اکه اونا بیتی بود جواب ده. یا خدایا تلفن سردارم است. سردارم در کجاست؟ خانم سله زنگ زدی شده است. خانم سله من لوین خوب استید؟ تصادف رو بینید من هم به شما زنگ زننی بودم. دل به دل نزدیک بود است. لوین سفسطگی رو بس کن مرا گوش کن. سری دوملوزیا و زور در بهوان آدمانی شکنداگ از پسشون. زود کمک کن زود. بله البته مایلش زود سروغه رو میدی هم نویس. بگو. مایلش من سروغه رو نوشتم خانم سیله. شما هیچ خواطر نشوید وحیما نکنید. ما در مدت کوتاه در جای حادثه حاضر میشیم. سردارم اونا در کجا باشه جواب؟ خانم سیلین بسیار وایما کرد. ترسیده است چی
وقتی که میترسد عزیزی دلم باز هم شیرین تر میشود. لوید خطه با دست بگی. خانم زهرا کمتر تیزتر زودتر. پاشنم شکست. این خطه بیده نمیتونم. پاشنه سازتون رو بردارید. چی؟ پاشنه سازتون رو بردارید. چیکار بکنی؟ شما حالا دو عباش رو آشتی کرده ایستاده بودید؟ مگر حالا جای همان است؟ بله جایش است. از آنی که دیگران رو آشتی میکنید با من آشتی شوید خوبتر نیست مگر؟ باز با اول برگشتیم. بله رفتن زودتر برای میرویم. شما چی خیل زدید اون آدم رو؟ من در وقتی کودکیم کاراته مشق کردم میدونم. ماشاءالله چیزی نمیدونستگیتون نبوده است. نیست کمی زودتر دوید. دستم رو نتونه دی؟ خدا دیگر دردها رو ندیهد. چی اشاره کردنی هستی؟ هیچ اشاره کردنی نیست. کردنی بله هستی؟ کرده ایستادم. شما همه رو عذاب دادید. من هیچ چیز نکردم. اینها در کجایند؟ انا با این طرف. اومدم خانم سید. خوب است؟ همش خوب است. یکون چیز نشده است شما. ای چی کار میکنی؟ خوب است ده همش خوب است. دستتون یخ باری. چی کار میکنی؟ تنها اومدی آدمون در کجا است؟ پراکنده لشکر نآید بکار. یک لویتی جنگی به 100,000. کنی معلومات ده. خیلی معلومات تو به عقل است. راست میگید خانم سیلی. خیلی ما ملیسته که هستیم از دهنی ما هر خیلی گپا میبروید. خیلی مرحمت یک به یک نقل کنید. یعنی درباره حادثه از شما معلوماتی واسه میخوام. مثلا در روز حادثه لویت تو ما رو با همین تفتیشاتی پلیسی دیوانه میکنی. به عقل هستی مگر سری دامولوزیا و زهرا در خطر سرسطن نبود رفته آنها رو نجات ده. تمام میلش خانم سیلی. شما در اینجا آرامانه انتظار شده استید. من حالا اون آدما رو نابود ساختم به اینجا میایم. انتظار شوید. من کم در پس میایم. خانم سیلین بعد از نابود ساختن آن دشمنان سر یک پلچه صحبت میکنیم. خدا رو توبه. دوستت بدارم. بیرم رفتن زود بیا. تمام انا میدوم. رفتم. دو هر چی زودتر آنها رو نجات ده. کمی زود باشید خانم. خانم زهرا شینید. زود با ماشین شینید. خانم زهرا این رو دارید. شما این رو چخل کردید؟ چرا؟ اول در ماشین رو بیکالید کشودید بعد ماشین رو به حرکت در آوردید. بله این دیسکادر. چی؟ یعنی نگوید که دیسکادر رو نشنیدم. این شبکه مشهوری فیلم های حجتی هست. البته که او رو میدونم. من علاقمندیش رو با این کار نفهمیدم. چی؟ در اونجا یک فیلم حجتی هست دنیای گناهکاران. هر هفته تماشا میکنم از همین سبب. یعنی از فیلم آموختید ها؟ قوه بینیشم بسیار استوار است. زود ثبت میکنم. البته شما برای نجات زاغ سیاه رو انتظار بودید چون من برآمدم سورپریز شد. سخت داره. در آن وقت هیچ کس به هیچ کس حیله نمیکرد. این خیل نبود، جوان مردی بود. جوان مردی پسر. این خیل دستبرداری و دستک زنی نبود. یگان مسئله میداشتی روبرویش میبرآمدی مانندی جوان مرد با طوری خوب مسئله را حل میکردی.
در حقیقت آن زمان ها حقیقت بود. خونم در جوش از خونم. یگان جوان مردی نبود که به چشمان من نگرد. به خدا اکا کنون چی گپ است ها؟ اکا حیات داملوزیا و فاتحه شدهش در خطر است. التماس آنها را نجات دهید. التماس. تو چی میگویی؟ دیوید چه شد؟ آنو رو دیدی؟ ندیدم لیکن ترسودم. از من بسیار ترسیدن. خانم زورا با یک ماشین نشسته رفت. شما در دوری بودید اما رقم ماشین رو ندیدید؟ من فکرم دیدید. ماشین رو از دست دادی. حالا باشد رقمهایش رو از من میپرسی. تو چه خیل پلیس هستی؟ چه خیل پلیس هستی؟ کلی به من فهمون؟ آخه من در شبیه اونقدر خوب نمیبینم معلوم، لیکن در روزان همی خیل میدوم که حسین بارت همی خیل نمیدوم. سختی بد میدوم. ای خدایا به من صبر ده، نباشد این آدم رو میکشم. مایلش آرام باشید، خودتون رو به دست بگیرید. چه خیلی که میبینید عملیات با آخر رسید. بیا کنون سر یک پیاله چای صحبت کنید. کلا برم. خانم سلیم به کجا میروید؟ تاریک است ایستید نروید. خانم سلیم دومنا لطفاً این انگشتری رو به دستتون اندازید با من آشتی شوید. خانم زهرا حالا مگر جای انگشترین است؟ بله جایش. گنی اندازید. خانم زهرا نمی اندازه. مجبورم. بله مجبور میکنم. خانم زهرا مجبور گفتم. خانم زهرا ایسی صدمه میکنه می صدمه کنید کردن گیرید بساسه. نمی اندازم گفتم. نمی اندازم. اندازید گفتم. نمی اندازم. التماس آرام شد. ای بچو شما مگر دیوانه اید ها؟ دیوانه اید ها؟ مانند داملوزیا یک آدمی محترم را تعقیب کردن چی مانا دارد ها؟ اکا داملا سردار ما را به سر زد. چی؟ داملوزیا؟ هیچ حیران نشدم اکا. بله اکا. ای بچه معلوم که یگان کاری ناجا کرده اید که داملوزیا هم آن خیل رفتار کرده است. داملوزیا حتی مرچه را آزار نمیدید. به خدا هیچی خیل نمی نمود اکا. چی می نموده؟ بخشش اکای کنون بین گپ در آمدم، اما در بین شیفای آنها یک خصومت بوده است. داملوزیا آنها را آشتی کننده ایستاده بود که ینگه زهرا ای بجای اومد. ما هم نمیدونیم از کجا اومد. در حال بین خودشان مناقشه و داد و فیغان کردن. دروغ است. بعد داملوزیا چیکار کرد؟ طاقت نکرده به سرشان زد. اباشه در پیش عروس جنگ کردن چه خیلی میشه؟ میسیم خیر. آی با من نگرید. رفته با آن سردارتون گوید اگر یک تاری موی داملوزیا ضرر بیند شما بیشرفا را نابود میسازم. کنی گم شوید از اینجا. فهمیدم اکا. تمام شوید. داملوزیا هم به این خیل کارها دست میزد استم. داملوی جسوری منی. زفر انزورا. الو عزیزم چی خیلی؟ سلیم ما خوب هستیم. خواتین نشب به خونه برگشته ایستادم. من به تو باید زنگ بزنم. مایلش خیلی مایلش عزیزم. شکری خدا که خوب هستم. ای مبارک باشد خانم سلیم. شما هم بسیار خواهر شدید، اما من به شما گفتم که هیچ چیز نمیشود. داملو با او تومار داده است. تو کمی خاموش بودم میتوانی؟ خانم سلیم همه شلکه به خوبی انجام یافت. اکنون رفته برای هر نشسته چای ما رو نوشیده میتوانیم. در همین نزدیکی یک قهوه‌خانه است. در نزدیک تو خودم را هیچ راحت حس نمیکنم. لیوین جان. لیوین جان مرا لیوین جانم گفت. من جان هستم. هم نسبت من بیگانه نیست. او با کجا رفت؟ من حالا چیکار میکنم؟ اگر شما در انداختن این انگشترین یک روی کنید، من در برآوردن این انگشترین یک روی میکنم. فهمون؟ احتیاط کنید خانم زهرا زمین کفیل است. لرزیده نفتی. من رفتم ماشین رو با جایش گذارم. به شما شدی خوش. تشکری زیاد. خیلی یک کفسی. زهرا از داملوزیا یگان خبر هست؟ به فکرم یک دو روز بعد می آید. به فکرم می آید. شما گپ نمیزنید؟ مگر گپ نمیزنیم بابا جان؟ لیکن او بسیار بند است. فاتحه شده های نوجیدا موندنده؟ متاسفانه میخیل شدینگه. لیکن چیزی که نباشد شما به یکدیگر وقت یابید. چون شما جدا باشید من ناراحت میشوم. خدا شما را جدا نکند. آمین بابا جان.
این چه علاقه دارد؟ من دیروز دوملوزیو رو در محله دیده بودم. وای در سمینار نیست توقی؟ همین خیلی میدونم برای دفترش رو گرفتن آمده بود. فهمم. اینها یک جنگ کردن. این شما فاتحهشون ویرون نمیشه. اپا کمی دیگر دم میگیری؟ زهرا اپات را چی گفتی که گریه دارد؟ هیچ چیز نگفتم بابا جان. شربتش تموم شد کمی دیگر نمیگیری گفتم. پریشان خاطر است تو از همین سبب. من هم غمگین شدم. من اپای حاله رو بینم. ایست. من خودم با اپام گپ میزنم. من فهمیدم که جدا میشد. این حالت ها از همان سبب میباشد. 3-4 روز همین خیلی مشکلی میکشد بعد میگذرد. زهرا چی؟ زهرا جان التماس این قهرگی ما رو یرانوک میکند. سمی التماس گپ زدن نمیخواهم. مایلش خطاگیم رو فهمیدم. از دوملوزیو هم عذر میپرسم وعده میدهم اما لطفا با من مانند بیگانگون رفتار نکن. من بسیار ناراحت میشم. خب مایلش بعد گپ میزنیم. دروید. اپا جان چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ از پرسی یزنه؟ اگر بسیار یاد کرده باشی به خونه برگرد. مهم تو خود چی فکر داری؟ فکر دیگران مهم نیست. نه زهرا برگشته نمیتوانم. چرا؟ اون البوم عشقایی که اون اشوا میخورد. نه عزیزم یزنه اون این خیلی کار نمیکنه. آخر من با چشمانی خودم دیدم او دختر رو با شبه به کار گرفته است. من از او جدا میشوم. چی دیدی؟ نه زهرا من این قرارم رو دادم و پس نمیگردم. تمام شد. من آخر خودم رو فکر نمیکنم. کی رو فکر میکنی؟ من زهرا لطفاً مرا تنها گذار. خواهش میکنم. چه زیبا. بیا سردارم بشم از مغازه شیرینی ها شیرینی گرم باز در برکش چای گرم که کردم با اشتای تام. تشکر. لبند به ینگه توفه گرفتم معقول میشده باشه. سردارم یک بار بینم بعد گپ میزنم. یعنی نه پسرم باز ششم نکنی. این رو به حاله چخیل دیم با دست یکم کس روان کنم. اگر با دست آقای اکرم افتاد به حاله نمیدید. سردارم اگر خواهد برده میرسانم. تو به حاله رسانده میتوانی. شما هیچ خاطر نباشید به من باور کنید. من ندارم لبند. شوکت برادر تو این خمار بالا زده رو نپرتافتی ها؟ با آنها سر و کار میگیریم شوکت. آخر خودمون بسیار کمبودی داریم. از یک طرف دکتری عشق شدیم متخصصی مناسبت زن و شوهر رو. دامولوزی عدالو آقای سمی معلوم که سمینار علمیتون با خیر رسیده. شما رو دیدن سورپریز شد. بخیرش؟ چه سمینار ها؟
زهرا گفت که سمینار علمی داشته. ها بله درست سمینار علمی داشتیم. تمام شد اکنون در اینجاییم. داملا من از شما برای ناکامی خوراک شامی گذشته عذر پرسیدن میخواهم. رو با چه حیله را پیش گرفتی؟ آخر من برای بخطری کاری زهرا آنخیل گفتم، اما با فکرم برای آشتی شدن شما سبب میشود. نه برادر، مناسبت ما بس خوب است، خیلی خوب است. تو مرا فریب نکن زیادلا. همین خیل من بسیار خوشحال شدم. آقای سمی برای شما چی شد؟ این مهم نیست، یعنی چون اگر یک دختر رو از دست آدمانی مست نجات دهید این خیلی ضررها میبینید. بیامان رو خدا شفا ده. حالا مش نخورده از بین چیزی پیسند شما. سلامت باشه. تشکر زیاد. تو بازدید. روزهای خوش. روزی خوش شما باشه. بچه اون میشت لغت میزی بزایی تنکی. دیدی شوکت کلاس خرایی خیلی بزاره. مرا گوش کن، من او رو خوب زدم. شما رو برای زدن تو مبارک گوش زود فرسن نشو. پیش در حالا با تو حساب کتاب میکنیم. رفتیم برادر ما تو گفته بازی کردیم. قمر بازی میکنه. اوه سلین، من با بابایم جدا شدنم رو چخیر میگویم. خدا نگاه دارد. با خدا که او را میکشم. ای خدا نگاه دارد. دیدی چخیر به او مجبور بودنم را دانستم مرا در نیمی راه میپرتوید. او حقی با من چنین رفتار کردن رو ندارد. مایلش زهرا جان، کمی آرام شو. آخر دامولوزیا حالا بسیار عصبی است. از روی همین رفتار میکند. کمی آرام شود بعد میبینیم چی گپ میشود. با خدا. نه من با زنگ زده با او گپ میزنم. کمی عصبی شود. کمتر شما غمگین شوید. زهرا مرا به چی حال آوردی؟ رسوا و شرمنده شدیم. حالم رو بین. جواب نمیدی حسین. با من گپ زدن نمیخواهد. اکنون من چیکار میکنم؟ اگر جواب ندهد نویس. چیکار میکنی؟ نویس میگویم. مکتوب نویس. بخشش پرس. چی دانم؟ بگو که دیگر خطا نمیکنی. مراتبه آخران بود. به خدا قندت نزن. وقتی گپ زدن او را قانع کردن نمیتوانی. اقلا مکتوب نویس به دامولوزیو. همین مکتوب نمیرسه سلین جان. با ایمیل گپ میزنم. زهرا تو گفته مرا بکن. حتی مکتوب کمی حسیاتی و تاثیر بخش باشد. اگر در بالای مکتوب یک دو قطره اشک چشم ریزانی به خدا بسیار خوب میشود. زهرا نخند و مکتوب رو نویس. بین سیبل گفتنی دختر دامولوزیو رو از دستت میگیرد و میمونی. نگفتی نگو. خب میلش کاغذ قلم گیرم نباشه. کنی از آنجا ده. نه تو همین خیلی خنده ایست. تمام سلین جان مکتوب رو نویسم و خیر ده. مهر رو هم گیرم. در مغازه شیرینی ها نبود. در نزد سیبل مکتوب رو به دامولوزیو به مشکلی میدادم. بیا مسجد رو بینیم. مکتوب رو گرفتی هن در گرفتم با من است. سلام علیک خانم سله. ها همین تو نمیرسیدی. ساز هستی؟ خوبم. نگفتنمون خانم زهرا برای فوتیهتون تبریک کردن نتوانستم. در حقیقت بسیار فوتیه خوب بود. رحمتی کلان. بخیر است. تو چرا به اینجا آمدی؟ سردارم اونا برای یک هدیه گرفته است. من برای دادن رفته ایستادم. اگر خواهید من دهم. با خدا ای تشکر زیاد. مرحمت گیرید. کم پیش شوید. سلامت. تشکر عزیزم. عطسه زنی و شبینه. رفتیم. روزی خوش. دخترها خانم سلیم به من مکتوب پرتوفت.
این مکتوب است. خانم سلین چرا با من مکتوب نوشت؟ البته نسبت من حسیاتش رو گفته نمیتونه. مرا اونقدر پسند. حالا باشد عشقش رو با من بیان میکنه. ای بسا رومانتیکی، رنگ کنایه امی تخت بچه. قسم میخورم این خانم سلین بسیار دختری رومانتیکی است. با من مکتوب نوشته است. دل را نگاهی تو دیوانه میکنه. اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے میری بس بے چاہت ہے تو کیا کہوگی؟ دمونزیو بخیر از خانمان با نماز آمده. شما مرا مسخره دارید؟ استغفرالله. سلام علیکم. دمولا شما با من واخورده نمیخواهید کو؟ این رو میدونم. حالا من به شما یک چیز میدهم بعد میخونید. سلین جان با من ده اون در خود کو. نیست در همینجا بود. سلین نیست. اوف سلینی خانمان با من اجازه ده جماعت مرا انتظار است. چکر کنم؟ آفرین جونم آخی رفتیده است. رفتیده بوده است. السلام. از من این خیلی مکتوب انتظار نبودنتون رو میدونم، اما با من دیگر فرصت نداده. هر وقتی که گپ زدی نشویم جمع میکنیم. از اوده گپ زنی نبار آمدیم. یک دیگرمون رو هیچ نفهمیدیم، خصوصا حادثه های آخری. چون خودم رو با جای شما گذارم، من هم میبودم دلشکسته میشدم. ما علکه به یک راه در آمدیم. عاقبت این راه رو ما هر دومون میدونیم که عائله‌داری است. از شما او عذر میپرسم. تمام رنجاندگی هایم رو فراموش کنید. امشب به زیر بالکن من بیایید تا با هم صحبت کنیم عزیزم. سلین مرا دوست می‌دارد. خدا جان سلین مرا دوست می‌دارد. مادر جان من میروم. با بیمارخانه رفتنم در کار. دخترم در این شبی با کجا میروی؟ صبح شود و بر وقتی رفته کارهایت را میکنی. یک چند دورو فرمایش داده بودم، رفته اونها رو قبول میکنم مادر جان. در اینجا در مغازه هم کار هست. اگر البته دکتر باشی دیگر است. من کی از کار گریخته بودم سبب؟ ها؟ علاوه بر اون که اینقدر سرکار هستم به شما کمک میکنم، تو این رو نمیبینی؟ البته که میکنی بتول، البته که میکنی. اینجا مکانی نان یافتنی ما از سالهای دراز اینجا ما رو مگه نخورون؟ سوا اپا شبی خوش ما هم مانده شده. مایلش هر دویتون برایید من حل میکنم. روید. من امشب در بیمارخانه میمونم، شما خاطر نشوید. دخترم بسیار بیتول رو کار میگیری. از برای خدا این خیلی نکن. آخر دختر اکم رو میوبم گفته خودش رو محو کرد. آنقدر پوشیده زندگی میکند که گویا که ما در اینجا قرار نداریم. آخر درد دختر به خودش بسنده است. باز این مغازه رو فکر کنه. آخر او دکتر است. با کمکی او کار مغازه پیش نمیرود. آخر کاش که این خیلی نمیگفتم. او هم زود رنجیده رفت. امشب در بیمارخانه میمونم گفتم. بله این خیلی گفت. شوکت تو یکان چیز خورده ایست. من نزد بیتول میروم. مالش برادر گم نیست. یک چای جگری دم کن. شب بخیر افا. شب بخیر. خوش آمدی. خوش باشید. چای بیار جانم. خانم بیتول دامولا با مغازه تان رفته بودم. فکر میکنم بین شما و خانم سوال مفاهمه شده است. او به اینجا آمدنتان رو خواست؟ نه من وقتی با خانم و برا گپ زدنشون یعنی هنگام گفتگو کردنشون گوش کردم. به اینجا آمدنتان رو شنیدم. شاید رنجی دید گفته تنها نگذارم گفتم. اما اگر ناراحت کرده ایستاده باشم میروم. نه استغفرالله این خیلی نگوید. تشکر بسیار خوب فکر کردید. خانم سیوال بسیار پشیمان بود. وقتای اخیر من هم کمی حسیاتیم. به فکرم بازم با او همه خیلی جنگ میکنم، اما در حقیقت این حال بسیار به احساسات داده شدم. در هر عائله این خیلی چیزها میشود. چی دانم در بین جنگ میکنید که هنگام عاشق شدن
این کار مزه دیه نه؟ نمیدونم همین خیلی؟ البته همین خیلی. اما چی خوش با شما که بعد از جنگ کردن یعنی 5 دقیقه بعد باشد حتی اویله دارید که دخترمون رو رنج نمیگویم. میگویم که در رفت بی برگ نمیشه. فرزند آدم باشد بی اویله. درست. چقدر زیبا گفتید. چی شد؟ پریشان شدید؟ چون نویلا گفتید به فکرم آکام اومد. عجبا او هم اویلا داشته باشد. البته اویلا داره. دارد؟ شما هستید که دامن و ما بسیار خورد بودیم، یعنی در کودکیمون از یکدیگر جدا شدیم، دیگر هیچ یکدیگرمون رو نیافتیم. در کجای حیاتی او هستم نمیدونم که شاید من رو فکر نمیکردم، شاید در خاطرش نمیومده باشم. در همه جای حیاتم هستی خواهر جانم. یک لحظه از خاطرم نمیبری. لحظه نیست که تو رو فکر نکنم. مگر این خیلی میشود خانم بتون؟ یعنی شما چه خیلی که عقیدتون رو فکر میکنید، باور کنید که او هم شما رو فکر میکنه. شما رو چه خیلی که جستجو میکنید، او هم شما رو جستجو داره. با من باور کنید عقیدتون میآید، شما رو میآورد. خواهر من گفته شما رو آغوش میکنه. انشالله دامالا، انشالله. اما خواهرم در روبرویم ایستاده است. من با تو عقید میباشم گفته آغوش کردن نمیتوانم. خدایا تو چی کار میکنی؟ بچه چی کار میکنی؟ عطر رو تمام کردی؟ پول داد خریدی؟ سردارم امشب بسیار شب مهم است. فکر میکنم که دوخی شما امشب در خدمت است. او با کجا؟ سردارم سیلین جان مرا دوست داشته است. سیلین؟ با من مکتوب عاشقی داد. پسرم چه خیلی مکتوب؟ مرا گوش کن. باز یگان به عقلی کرده دختر رو نرنجانی. سردارم این خیلی نیست. با من اسیاتش آشکار کرد خانم سیلین. با من مکتوب نوشته. سیلین به تو مکتوب نوشت؟ ولی هم باورت نامده است؟ آخه شما همیشه جنجال میکنید. سردارم از همه عشقای بزرگ با جنگ آغاز میشود. سردارم شاید من کمی وهمه کرده استم، اما یکی وهمه هم راست میآید. شاید که خدا هر دو ما رو با هم رساند. تو این را گذارو با من گوی که هدیه رو به حلی دادی؟ دادم. نه خان زورا را دیدم با او دادم، با او میدید. خوب سردارم امشب من نمیام، امشب من سویده نمیرم. در یخدان یک تلیکه آش است، اگر گرسنه بودی گرم کنه خوری. خیر من رفتم. سورپریز با دو هدیه آمده است. از کی؟ از نه اونالا. به فکرم هدیه عذر پرسی. ای نمیخوام پرتو رود. مالش یکی کنی ده بینم چی بود است. بعد میپرتویم. بسیار زیبا اپا جان. میشود اونقدر بد نیست. انا گیر. یزنم خط نوشته است. ای پرتو رود. اونال چی نوشته میتواند؟ مالش یک نظر کنیم. ای عجبا چی نوشته است؟ عجبا چی نوشته است؟ آقای اونال ده بینم بعد پورا کرده میپرتویی. سرویناز رو من به شوبه نگرفتم. به اینجا تعیین شده است. من گناه ندارم. زن یگانه روح و قلب و دل من تنها تو هستی. دایم همین خیلی میشه. من نگفته بودم به تو. چی فکر داری؟ نمیدونم زهرا، نمیدونم. گوش کن عزیزکم،
تو حالا با ازدواج راضی شدی کن؟ بسیار خوب فکر کن مایلش. وقتی با دومولوزی اویله دار شدنت خوب فکر کن. یعنی همه چیز را سنجیده و دیده برو. التماس با احتیاط باش. اویله داری بازی چه نیست. بسیار چیزی مشکل است. خواهش میکنم. استاد بله هجری یک سوال دارم استاد. بپرس. استاد انا خداوند قدرت دارد که نگذارد هیچ کس به هیچ کس بدی کنده؟ بله هجری. خیر نباشد گناه شخصی که بدی میکند چیست؟ از آنی که خدا اجازه داده است این در تقدیر او در پیشونیش باشد ما او را چه خیل گناهکار کرده میتوانیم استاد؟ حالا هجری با تو این خیل فهمانم. مثلا آمده این سوال رو از من پرسیدنت رو خدا خواست. این خواست خدا است اما امر خدا نیست. اگر تو میخواستی این سوال رو از من نپرسی میگذشت اما پرسیدی این تقدیری من شد. فهمیدی؟ استاد نوشتم اما نفهمیدم. البته وقتی نوشتن نفهمیدی. پس این خیلی فهمانم. از من سوال پرسیدنت رو از سبب نوشتن خدا آمده سوال رو نپرسیدی. خداوند از سبب آمده سوال رو از من پرسیدن ننوشت. حالا فهمیدی؟ استاد این رو فهمیدم و انا من آمده از شما سوال پرسیدم من بدی کردم این رو نفهمیدم استاد. به هجری آخر قسم مشکلش رو فهمیدی. تمام اون طرفش رو گذار. نفهمی هم میشود. یعنی مهم نیست. رو خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. رو باز تو به مغازه شیرینی ها میره چخیل مغازه عقلتو خوردی وقتی با تو گذراندن ندارم. برای خوبشانی مناسبت با بوتیا شده کمک میکنم. خدای توبه این کودک چی میگوید؟ او رو سخت رنجاندم. رفته عذر پرسم. بسیار خوب میشود جانم. به تو ما رو ببخش جانکم. ما رو هم ببخش عزیزم. برادر گوش که در این خانه بابای اکرم چه زور بود. آوازی همون گرم کنک رنگی آوازی بلبل بود. پایمون دراز میکردیم خوب میکردیم چه زور بودن. با خدا من از پشت خورست تو آن آوازها رو هیچ نشنیدم شوکت. جوره آن روزهای خوش دیگر در خوابم میبینم. همش از پشت تو برباد رفت. برادر همون توفاقی که در تویتون کردن کو کجا شدن؟ در دست هستن؟ در همان جایان. چیکار میکنی؟ میگم بریم بگیریم شام. ها؟ شوکت با آنها دست نمیرسونی. از سرت دور کن. فهمیدی؟ یا خدای اباشه چی گپ شد برادر؟ دلو سیخ زد. چی گپ شد؟ نه داد نزن. باید با اونجا رویم عاجلا. چی شد؟ کلاس جان باز به خونه چمون برمیگردیم. زندگی به ظهورا چون گور تاریک بوده است. ای شوکت تو دیوانه هستی؟ خانه دفتر رو فراموش کردم. باید اون رو گیرم. دفتری دوملوزیا هم پیشکه گرم کنک هم قطعید بودیز بیار. فهمیدی کلاس؟ خانه اکرم نشید خانه خدا میرم. دومولوزیو سلین التماس بس است اکنونه. نامش رو حتی شنیدن نمیخواهم. در دنیا این خیلی انسانی یک رو ندیدم. اومد. سلین چی اومد؟ به کجا اومد؟ چی گفته صدایی ها؟ زورو دومولوزیو اومد. میگویم یک نگاه کن. دومولوزیو ای پشیمون شده است به فکرم. به هر حال برگشت. چه عوض شد کی؟ عجب مکتوب رو یافته باشد. شاید سلین من به صحبت می روم. انشالله که گذر کرده است. برای من دعا کن. میلش عزیزم براری کن.
من فکر کردم که برای عذر پرسی آمدید. بخیر است؟ چه خیلی عذر. من دفتر رو فراموش کردم. تنها برای گرفتن اون آمدم. دوملو اکنون لطفاً مانند کودک رفتار نکنید. من مانند کودک رفتار دارم. رفتارهای کرده شما بس رفتارهای مکمل، ها؟ چون به فایده‌تان باشد این خیلی میگویید. دوملو لطفاً بد رفتاری نکنید. خانم سلی نمیشنوم. عجبا با تلویزیون پرتویم. البته عیناً مانند فیلم هندی قدیمه رمانتیکی بسیار رمانتیکی بشود. نوید سنگ در کجا باشد؟ ای در این باغ سنگ نیست؟ سمی کجا شده باشد؟ من میگویم خاموش شوید، شما باشید فشار میارید. من طاقت کردن نمیتوانم، فهمیدید؟ مرحمت خانم زهرا، من حل کردم. شما دلتون رو خالی کنید، گوش میکنم. رفتاری عجایبت مرا دیوانه میکند. عجیب؟ من عجیبم ها؟ یک بار با خودتون نگاه کنید. یا خدایا توبه، من چی عیب داشتم ها؟ انا همین خانم زهرا، دوی ما هم خیلی هستید. شما هیچگاه خطا نمیکنید، ها؟ شما مثل موسیقی بیگناه هستید. من خیلی نگفتم. من خیلی گفتم. تنها از روی خطای سمی شما مرا جزا داده ایستادید. دیگر با من نام سمی رو نگوید، فهمیدید؟ من وقتی نام وی رو شنوم دیوانه میشم. معلوم. از سمی سبب رولات کوب کردید. هر کسی که او را زده باشد دستش درد رو نبینه. بیایید مونید. اگر شما نکرده باشید پس کی کرده است؟ من از کجا دادم کی زده است؟ برای همین گپ ها با اینجا اومدی. چی علاقه دارد دوملو؟ مرا دیوانه نکنید. شما موسیقی بیگناه هستید، ها؟ من موسیقی نکنید. من آدم هستم. من رو نکردم. شما برای گناهی که کردم خودم مرا جزا داده ایستادید. وقتی خیلی قرار دادید مرا کمی فکر کردید؟ چی خیلی غمگین شدنی بابایم رو به بیمارخانه افتیدنش رو فکر کردید باره؟ این رو من نه. باید پیش از من شما فکر میکردید. شما رو چند مراتب آگاه کردم، ها؟ دوملو به شما چند مراتب دیگر فهمونم، ها؟ حادثه اون شب از اداره من تماما بیرون رخ داده است. دوملو زیا، برای قانع کردن شما من باز چی کار کنم، ها؟ التماس لطفاً اکنون انگشتری رو اندازید. من قرارم رو دادم، بهوده کوشش نکنید. اینها جدا شدن. دومولوزیا انگشترین رو پرداخته است، اما نمیفهمم این آدم چرا دومولوی ساخته است. با زهرا ازدواج کرده صاحب مال میشود گوید. اوف، آخر چرا انگشتری رو پرداخت؟ اگر سمی فهمد زهرا و سمی از نو. نه آخر خطا فکر کردن نمیخواهم. از همه خوبش به بابایم خبر دهم، نباشد اینها جدا میشود. یک دقیقه. این بسیار کلان است. اینش بسیار خورد است، به آنجا نمیرسد. بله، اینش میشود. شاید عشق ما باران است که با بالای ما شقر شقور باریده ایستاده است. این باغچه بزرگ و این سنگی در دستم بوده. بابا جان برخیزید، نترسید، من میلیسم. چی شد؟ بابا جان زهرا با دومولوزیو جنگ کرده ایستادن، جدا شدن. چه؟ بابا جان دومولوزیو انگشترینش رو پرداخته است. زهرا بسیار غمگین است. در کجایند؟ در حجره دومولو. رفتیم. لباسم را بیار. مایلش. زود بیار. رفتیم. انا بابا جان. پوشان. ما
آیله کلام هستیم رفتیم بابا جان خدا بسم الله زمین لرزه خانم سلین انا آمدم هیچ خواطر نباشید شما رو میبخشم ما با یک راه در آمدیم برای آیله داری تو چی میگویی دیوانه ای مگر ببین چرا تیریزه رو شکستی دیوانه شده ای تو بله من دیوانه عشقی تو کلی بیاید شما رو میبخشم من هم به شما عاشقم بیاید داخل این خیلی ناممکن است ناممکن اصلا با این راضی نیستم را کردن نتوانم پدر جان لیلی شدی چی مادر جان در حجره دومولو حادثه هست زورو و دومولو جنگ دارن جدا میشن چی؟ دومولوزیو واقعه اون شب شرفتان رو پس کرد میدونم اما چی؟ کار شده شد برگرداندن نمیتوانه متاسفانه دومولوزیو از من چی میخواهید؟ من شما رو زوره زنم؟ تنها مرا دوست داشتن رو شنیدن میخواهم شما رو التجا میکنم لطفا مرا شرمنده نکنید خانم گوش کنید این خیلی نکنید با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید شما بسیار شخص بی وجدان هستید من بی وجدان کرده ایستادم بله آخر طاقتم طاق شده عذاب کشیده ایستادم درست زهرا با آتشی در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم اما داد زدن نمیتوانم چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردن نفس کشیدن نمیتوانم به چشمانم نگاه کردن نگفته ایستاده درونم میسوزه عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آروم ایستاده میتوانید قلبم میسوزه چه خیلی قدر بهیز شده میتوانید من مگر عذاب نمیکشم قلبم میسوزه این کاری کردهتان بسیار ظالمی است بس هستی در اصل شما بس کنید باز همون گپ ها را تکرار میکنی نکرده ایستادم بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم کرده ایستاده ای چی کار کرده ایستادم چی کار مایلش از شما خلاص میشم مایلش راحت کردید از من خلاص میشوید چرا گریه داری؟ تو دومولوزیا چرا نبیرم رو میگی یا نه؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شدید؟